امروز 30 می سال 2024 است. برنامه آراستیم با جهان پهلوانی که مخلصش هستید. این قسم دومی برنامه است. قسم یکم را در زیر کامنتاریا ذکر خواهم کرد. در آمده حتما تماشا کنید. نمازов جهانگیر فرمانقулович 25 می سال 1995 در دهه فاراب شهر پنجکین به دنیا آمدند. سال 2002 به مکتب میانه رقمی 54 دهه فاراب رفته. سال 2013 آن را ختم نمودند. سال 2016 عائله‌دار شده صاحب 2 فرزند میباشند. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. در وادی زرافشان هنرنمایی‌های خوب کرده. در شمال و جنوب جمهوری تاجیکستان نیز هنرنمایی‌ها کردند و برون از جمهوری در جمهوری ازبکستان، در ولایت سمرقند، ولایت قشقادریا هنرنمایی‌ها کردگی هستند. و اساساً امروزها سواره اسب‌های اکیانی شمسی چوپان و استقلال و پایتخت عالمجان ناریموف میباشند و برخی دیگر اسبان را نیز سواره هستند. از قبیل سپری حاجی رحمانقول کریموف، مرسدس AMG حاجی داوودجان و اسبان حاجی بیگلی و دیگر اسبان را سواره هستند. Been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say damn, I learned some lessons. And say damn, I had no questions. I had fun in every second and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. در دوام حیات پهلوانی خود سالم‌های کلان و خرد مختلف را صاحب گردیدگی هستند. از قبیل گاو، ماشین، مبلغ‌های پولی، اسب، شتر و مال‌های خرد و کلان. قد 1.86 سانتیمتر، وزن باشد 85 کیلوگرم را تشکیل می‌دهد. ما با جهانگیر پهلوان در فعالیت آیندهشان موفقیت‌ها خواهان هستیم. رفتیم برنامه رو تماشا کنید. بازم یک بار دیگر السلام علیکم مردم سربلند تاجیکستان، مخلصان جهانگیر پهلوان فارابی، آنانی که خواهش و درخواست کردید که به دهه فاراب رو و نزد جهانگیر پهلوان یکی از چمپیونان وادی زرافشان در عین حال این چیزی پوشیده نیست. یگان کس یگان وقت در یگان موقع همه رو دوست نمی‌دارد، البته همه بدبین و نیکبین خودش را دارد. این برنامه تنها به خاطر دوستان مخلصان اشدی جهانگیر پهلوان فارابی. السلام علیکم جهانگیر پهلوان، شما برای چی در درون الاغ همه وقت دماغ چاق می‌گردد؟ ازی خواستان پریشان برین، خودتان آزاد حس کنید. بعدا نگفته نماند که میتواند که در زیر کامنتاریا انا همین جهانگیر پهلوان فارابی رو بازادروز تبریک کنید. در ان همین عرفه همین روزها یک چند روز پیشتر زادروز داشتن جهانگیر پهلوانی فارابی. یک جهان تشکر اول میگویم که سخنی ما رد نکرده و در برنامه ما اشتراک کردید. یک جهان تشکر و نگفته نماند که خیلی ها مخلص زیاد داره در وادی زرافشان، نامدار هستید. هر کسی که در جامعه موقع خودش پیدا کرد با هر گونه و با هر ساحه ما
مخلصی همون آدم هستیم. از آن جمله مخلصی شما. و میخواستیم بعضی سوال‌هایی که برای مخلصان شما جالب است گرفته با مخلصانتون داده باشیم، زیرا که در یگان جا من ندیدم اینترویو دادن شما رو، یکمین اینترویو شما است به فکرم. میخواستم پرسم که کی پهلوانی رو سر کردید؟ سال 2017. اساس چی سبب شد؟ شوق، هوس، علم، درد؟ اون وقتی که روسیه رفتم اومدیم سال 2017 یکم من باری که در اماندره رفتم. کدام اسب رفتید؟ اسب خودی اماندره بود. اسب کی بود خاطر ندارم؟ اسب نامش نمیدونم، در خاطر ندارم. یکی همون اسب که رفتگی. اسب چی سالیم کرده بود؟ سالیم 2000 روس بود. 2000 پولی روس بود. 2000 کی گفته؟ سال 2017. 2017 چند ساله بوده؟ اونجا 22 ساله بوده. استادی شما در جاده پهلوانی، استادی شما مولان پهلوان، برادرتون؟ برادر اکاتون. من و مخلصان شما یک چیز حس کردگی هستیم که در حقیقت مولان پهلوان رو احترام میکنید. انیق است که در داخل اولاغ استادتون بودن است. اساسا برادرم سیرم که هستند دبرم هستند سیرم هستند که کفتمو پره میگردن برای که دیانو ما هستن. سلامت باشید. شما سه برادر همتون پهلوان مخه؟ امام پهلوان، امام پهلوان، جهان پهلوان. سلامت باشید. آیا شما با همین جوانی شاگردم دارید یا نه؟ شاگرد حالی نیست، خدا خواهد میشد. برای چی شما میگید شاگرد ندارم؟ بسیاری ها خودشون شاگرد شما معرفی میکنن. بسیاری ها شما نصیب کرده باشد، ولی بسیاری ها شما استاد خودشون میدونن. من شیرین شاه پهلوان، محمد سعید پهلوان هستن، اونو همه وقت در دونی میدان هستند. ده اوزر خیلی میشون خدا خواهد نصیب کرده باشد، ولی نزدیک به تیار میکنیم. سلامت باشید. سلامت باشید. آرزوهای عملی نگردیده شما دارد؟ آرزویی که عملی نگشته است، در پی عملی گشته هست تو خیلی با گفتن نیست، ولی خیلی در دل ما هست. چه آرزو باشد برای مخلصاتون؟ نه خیلی مخفی مونه. خوب. آیا در بزکشی ها کسی رو خفه کرده اید؟ این نه به اون معنی است که البته همه رو خرسند کردن کاری قیین، اما جای هست که همین یک کس ناحق خفه کردید، امروز میخواید که به توسط اسباب های نواربرداری ما بخشش پرسیده باشد، یا همین چیزا مردانوار آشکارا گفته باشد که من در حق فلان آدم فلان وقت خطاگی کردم، مثال کمبودی کردم؟ هست میخوای حالت بود یا در سری مردگیری میشد نکردگیم؟ خیلی به خاطر نداریم. نه که ممکن باشه که اگر باشونم بخشش ده، اگر خفه کرده باشین سرم نو برخاست خیلی میشون ممکن باشد همین آدم که ممکن خفه کرده باشن هستن که ممکن باشد، ممکن در یاد نداریم. برخاست نکردید؟ نه برخاست نکردیم. قصد خفه کردن نداشتید؟ نه قصد خفه کردن. سلامت باشید. تازیر شما اصلا در زندگی چیکاره هستید بغیر از پهلوانی؟ دهقانی فقط. دهقان. مالداری نه؟ مالداری نه، فقط دهقانی برای بغیر از پهلوانی دهقانی دیگه اون چیزی برای بگم هنرم دارید؟ اکو پهلوانی که خویل کردید شما تمام. پهلوانی مسئلهش به گب نه. در حقیقت این چیز ما باید که میگن که در عرفیت ما میگن که زور به تن دادن در کار. این چیزا من نه برای روگویی گفتم نه برای چیزی دیگر گفتم. من اصلا یگان پهلوان بد نمیبینم. همین هر کسی که نامش موقعش در جامعه که گذاشت و حتما خدا نظر کرد که همین کارو کرد و همین خاطر در مسئله پهلوانی ما به شما قایل. راستی گپ نامتون نمونده. پهلوانی به گفته خدا هم دلکشاد و دستکشاد هم هست. در درون دوره خاندان رویی مناسبت خوب این چیزا با گپ نیست. اما دیگر هنر رو چی دارید؟ خیلی هنر رو دیگر هنر خیلی نیست و دهقان فقط دهقانی برای ما همین. سلامت باشید. سلامت باشید. در حقیقت آیا میخواید که فرزندانتون پهلوان شوند؟ نیت داریم خود خواهد. نه مقصد من برای چی سوال دادم؟ شما پشیمان هستید نیستید؟ شما در زد و خورد در صف اول میستید، در بسیار زد و خورد بعضی زد و خورد هست که از جاده پهلوانی بیرون من نمیدونم هر یک کار مخفیت خودش
نازکی‌های خودش میگم که تونکستای خودش دارد. همه همینه شما برکشیده ایستاده در درون همین قدر ماجرا، در درون اینقدر اسبدار، در درون اینقدر پهلوان مناسبت با تمام اینقدر پهلواناشون میخواید که با فرزندانتون پهلوان شون. همین خیلی که شما تختون بسید با تخت روان خداخواندیت داریم هست هست. یعنی که برای که ما کردیم فرزندان کنند باید نامداری پدر شوند، نامداری که دیار شوند. برای همین که گوجوی که روند خو ازبکستان خو تاجیکستان، در بین هم تاجیکستان و ازبکستان باید نامبرداری وطن شوند. سلامت باشید. بوسه پهلوان، شما درباره جهانگیر پهلوان چی گفتنی ها داره، چه خصلت‌ها دارن؟ شما یک جا میگردتون این کس در پیش ما با ادب شاید نمیدونم، شاید که همه خیلی استودین شاید که همه خیلی استودین چه خصلت‌های خوب دارن. مقصد هر یک انسان برای خودش یک خصلتی نیک و بد دارد. بگذار امروز فقط خصلت‌های نیکشون کنیم، زیرا که زاد روزشون کار دارن. چه خصلت‌های نیک دارن در پسی پرده؟ این چیز برای مخلصا انیق نمیده. چه جیم مکشتین در دو باله از فقط پهلوان در زندگی چه خصلت‌های خوب دارن؟ خصلت‌های خوبش بسیار گندگیش نیست. دنیا علاقه به یاردم میکنه شما بود؟ کم یاردم میکنه نه؟ یاردم میکنه چیکار؟ سلامت باشید. دلش به خیلی باطل ندارد. میدونسی من نختار. اون چیزی که ما میدونیم یک چیز ده اینه بینید که همه آدم نگاه نکرده به جوانی خودشان. من فکر میکنم که یک انسانی بزرگ برای چی بزرگ من اثبات میکنم. برای چی ما اینقدر راه طی کردیم نزد جهان پهلوان اومدیم؟ ارزنده بودین که اومدیم ما. ارزنده بودین که اومدیم. به همین خاطر من میبینم در بسکشی ها یک جا هستون. من میبینم در ماجراهایی که در وقتی ندادن سالم های وای زور میزنید تا مقصد حرکت میکنید تا که جهان پهلوان مهنتش برباد نرود. به همین خاطر میگم که با جهانگیر پهلوان در تمام بسکشی ها که میرویتون شما در مسئله همراهی در ما از کودکی در یک جا شما خیش تباری هم داره تا نه؟ خاله بچه. خب پسر خاله. پسر خاله. سلامت باشید. شما تولدتون چند؟ 95. شما هم برابر؟ هر دیما همسنی. در نظر میدونم که دیوشون امان کلام برین. من 90 اینا 70 بدم دیگه. پهلوان ده پهلوان خونبه هست یا خونبه هست. ما یک چیز آشکار باباشون امام رضا پهلوان جو که خب جسد شما بخیر. امام رضا پهلوان هم خیلی بوی با کلام میشونم. همه خیلی جسد داشتم. همه خیلی جسدهای همینا بودن قدرشون بلند بود. ما یک چیز عجیبه نگفته نمونم که وقتی که همین تماشابین در وقتی که تماشا میکنه شما تماما دیگر فکر و عقیده. وقتی که من نوار بردار شدم همین سال سری میره های اولاغ اومدم میبینید تماما دیگر دنیا بعضی چیزایی میفهمید که نفهمیده بودید. با میگن که بعضی پهلوانا که دورنی تویده که رفته دونی تویده که در آمدید با اونجا دیگر دنیا، دیگر مردانگی ها، دیگر نامردی ها، دیگر تماما دیگر دنیا اونجا. و همین خاطر بعضی ها از همون نگاه مخلصی فکر میکردن که جهان به براشته میتیان یا این به براشته میتیان. بعد یک بار در همین کدام یک اولاغ پنجکین نزد میره پرفتن 2 بار. خاطر داره پیش میره پرفت یک مرتبه شما برداشتید، یک مرتبه افراسیاب پهلوان برداشتن. همین رفته باشد همین تکه پرفتگی هاشون یک 7-8 سکون وقت رفته فر تا خوردن براشتن گرفتم بردن. نمیدونم اسبی کی بود خاطر ندارم. اسب قرون بود. اسبی پیش پله براش دیدن. انا وای از زمین برداشتم میدونه. انا وای دوستان شما در داخل پهلوان ها کیا دوستانم هم البته دوستا نزدیکا مثلا همشون دوست هستن. یگان دشمنم ندارم خدا رو شکر در دنیای میدان. خیلی با بسیاری ها وقتی که شهر میتیم میگن که در درون میدان زدوخور میکنیم بیرون میبریم با یک جا میشینه میخیزیم. همشون همین میخیلا پهلوانی خودش میخیلا پهلوانی خودش همین. خیلی یگان کس که نه زدوخور خریدیم نه یگان وای کردیم. خدا رو شکر که خیلی نه. در داخل پهلوان ها همتن خود که میدونید حاضر به مثال با قوت و ویش باوری داره. خیلی از ما با قوت‌ترم است. خیلی بهترین معلوم پهلوان اکرم با قوت ها دارم من. باز افراسیاب دارم با قوت.
خب بهترین پهلوانی که حاضرچه افراسیاب است. اکنون مخلصی کدام پهلوان هستید؟ شاید که از جای خودمون نه، شاید که از دیگر منطقه، نمیدونم، شاید از ازبکستان، من نمیدونم. عموما مخلصی کدام پهلوان شما هستید؟ من از ازبکستان بابور شوکت مرصادق. اما از کجا؟ از سرداریا. پهلوانای خودمون رحیم مرگان مخلص هستید؟ اونها چی استیلاشون با یا قوتاشون با چیاشون باشون؟ استیلاشون با قوت هم هست، استیلاشون هم زور دیا. خب در آینده چی نقشه ها دارید؟ آینده خدا خواهد نقشه های بسیاری داریم، خیلی سکریت نی برای که خدا خواهد نیتش بستیم. سلامت باشید. تا کجاها با بزکشی رفتگی هستید؟ جای دور؟ ازبکستان رفتگی. کجاها؟ ارگوت، ولایت سمرقند. مره کرده؟ مره هم هست. چی مره کرده؟ چه مره بسیاری کردگی، خیلی سولیماش مایده هم هست، کلان هم هست. سلامت باشید. اینجا به خاطر اونه که ما خود را راحت حس کنیم و همچون مهمان که قبول کرده بودند، ما را جهانگیر پهلوان به سیر کوههای فراب تماشا بردند و باقی ماندهی برنامه را ما آنجا خواهیم کرد. اینا ببینید که برای عجایبی کار من جهانگیر پهلوان آدمی سخنکوش نده، نمی‌بینید کدام یک بلندی بر اومدیم که دوام برنامه در همین جا بینیم گفته. این هم باشد برای شما، به خاطر شما باور کنید خیلی زحمت کشیدن. یک جهان تشکر جهانگیر اکا، زنده باشید، زنده باشید. شما زنده باشید. انا اکنون میخواستم دونم که وقتی که بزکشی می‌دارید یگان ذره حسی ترس، هراس، حسی هیجان میگیرد یا نه؟ یا که دمو ترس نیست. نیست ها؟ دون میدان که در اومد این ترس و هراس گم میشه. سلامت باشید، سلامت باشید. سیرمو ترس کنید اگر بر اومد نیست. نمیتونید کردن ها؟ یگان بار جراحتی وزنین براشتگی هستید یا نه؟ جراحت نبراشت. غلطی دیگه هستید است؟ غلطی دیگه هستم، بسیار غلطی دیگه هستم. اینه که جراحت براشت. جراحت براشتگی هستید ها؟ روزی وزنی ترین حیاتتون بود یگان روزی که سخت غمگین شدید؟ خدا رو شکر نبود. نه. پهلوانی شما طبیعی از خودداد است یا با ورزش هم مشغول میشید؟ خیلی ورزش هم داریم، با خودداد هم هست. ورزش چی ورزش شما میکنید؟ تورنیک، وزن برداری؟ بروز. چند تورنیک میکشید؟ خیلی انیق نیست. سلامت. سلامت باشید. تا تکه چند کیلوگی رو برداشتگی هستید وزنش؟ خیلی تا 75 برداشتید. از روی همونه که برداشتید دلتون
تا چند کیلوگی رو پر است که شما برداشته میتونید؟ خیلی تخمینا 80 بلندش سلامت و سربلند باشید. من بازم یک مرتبه دیگر میگم که یک جهان تشکر که سخنی ما رد نکردید، دعوت کردید، مهمانداری کردید. یک جهان تشکر. همه وقت شما بازار رحمت که اومدید، زنده باشید. همه وقت ما موفقیت و مظفریت رو در سیمای شما دیده میخوایم. یک تصور دیگر میدادم، شما بوسکشی رو به مخلص تصور کردن میتونید یا نه؟ همین بوسکشی به مخلص بوسکشی میشود یا نه؟ نه من برای چی سوال دادم؟ بعضی شاید اینکه بعضی پهلوان با همون اقتدار و قوه خودش باور کرده و مخلص فراموش میکند، مقصد بپسندی میکند یا اینکه نظرش نمیگیرد. من فکر میکنم به مخلص پهلوانی اون معنی هم نداره. هیچ وقت به مخلص پهلوانی نیست. ها تو میدان میذاره که یک بال شکسته بیان برای که هیچ کس نداره. خیلی دیگه با دستگیری کنند خوبتر بیان. خیلی با آوازی بلند، با قرصی که بلند. سرمون خرسند میشه. من جهانگیر پهلوان ناگفته نمونم که هر یک انسانی که آبرو میگیرد، شهرت پیدا میکند، به هر حال به غیر از مخلص و نیکبین بدبین هم دارد. با بدبین های خودتون چی گفته میخواهید؟ خیلی خدا شکر که ما بدبین یا اون چی گفتنی نیستیم. خیلی همه جو که باشن زنده باشن. ما که یگان کس بدی نکردیم یا اون کس بدی هم نمیخواهیم کردن، برای که ما نمیخواهیم بدی کردن. خیلی کسانی که کردن حوالشون بر خدا. یگان وقت اون بیان نیست که کینه نداریم. سلامت باشید. برای چی در بوسکشی ها همین نزدیک فیلک اومده دو دست دو طرف کردن ناز ببینه شما؟ خیلی استیل هم خیلی برای که یک پریمیچکه شتگی هم. سلامت باشید. میزه بد نگی. آفرینتان بود. موفقیت و مظفریت با شما افتخار میکنیم. نمازوف جهانگیر پهلوان بودن از دهه فرا، فرزند فرمانقول پهلوان. هر یگان چیزی که برایشون میخواهید، تبریکاتی که برای زادروزشون دارید در زیر کامنتاری نویسید، حتما میدارن میخونن، خرسند میشوند. خدا کند که فرزندان شما نیز همچون جهانگیر پهلوان نامدار و آوازدار در تمام تاجیکستان شود. یک جهان تشکر. هزار رحمت جهانگیر اکا. زنده و سلامت باشید. یک جهان تشکر. هزار رحمت. خود جهان پهلوان من افسان امروز با قرطاب خوری اون کس نمیتونه تمام یک تزمین تو نظرم بعد فقط خدا خیسته فرام میبی قرطاب کنه دستا انا یک بار زنید یک بار تو زن من مولانا خوردیم همین فرام خوردیم یکیش نخوردی تو امید کنید که ما خیزی میده سبحان الله بهرنا یاتی سبحان الله کشش کارتی سبحان الله بعزتكم فيكون سبحان الله مراد الجمله از قطار مناسب ساختن واسه ای بار خدای پر عنایت پاکیزه کرم بی نهایت ما امانت خود به تو سپردیم تا برسان به منزل باشم ساق و سلامت منزلتون رسه خدای الله اکبر. هزار رحمت یک جان تشکر. ای خیلی نگوید یک جیم شنیده. هزار رحمت. در آخری برنامه برای بالید خاطری شما خواستم از مره‌های جهانگیر پهلوان کمی هم باشد پیشنهادی شما کرده باشم. تماشا کنید و حلاوت برید.
Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life. I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread with every word that I've said. How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that would
Thank you.